سلام، با من آماده شیم بریم کگل. معنی فارسیش همون بولینگ خودمون میشه، اما یه تفاوتی که داره خیلی 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 بازی قدیمیه که اینجا یه سالن هست توی شهرمون. همکارام خیلی دوست دارن برن اونجا کگل کنن و کنارش بیر بخورن و با هم دیگه حرف بزنن. امروز روز جمعه است، همکارا بعد از کار میرن مستقیم اونجا، ولی من چون که خونه بودم از خونه میرم. برای همین میخوام سعی کنم لباسم هم رسمی باشه هم موقع بولینگ اذیت نشم. جلیقه‌ای که جدید گرفتم و میخوام بپوشم. زیرش چون که احساس میکنم امکان داره یکم سردم بشه، میخوام این پیراهن رالف لورن رو بپوشم و حالا نمیدونم با شلوار لی سرمه‌ای ستش کنم یا یه شلوار تضادش بپوشم، یعنی یه رنگ کرمی یا قهوه‌ای. خب این از پیراهنم. احساس میکنم رنگ شلوار لی به پیراهنم نمیخوره. من پیراهن کردم تو شلوارم، نمیدونم احساس میکنم یه جوریه، به خاطر این دکمه‌ای اینجا با این همخونی نداره و جلیقه‌م خیلی خوشگله، اصلا خوش اینجوری نشون نمیده. یه آپشن دیگه هم امتحان میکنم. فکر کنم اینجوری خیلی بهتر، زمین تا آسمون فرق کرده. خب من دکمه اینو می‌کنم. فکر کنم الان اینجوری خیلی شیک‌تر شد، نه؟ بعضاش چون که مثل بولینگه نمیتونم کفش رسمی یکم با پاش نباشم، برای همین باید کتونی بپوشم. حالا بین این پوماهای کرم با این آدیداس مخمل آبی گیر کردم. خب این ترنچ کوت زارا رو میپوشم، بکنم خیلی بهش میاد، اینجوری بهتره. خب این شد آوتفیت نهایی من.